بسم الله الرحمن الرحیم هست کلیدی دل گنج حکیم. دوستان عزیز، خود را از یک حال به حالت بهتر عوض کردن باید مرام و مقصد همیشگی انسان مسلمان باشد. نشانه ایمان کامل نیز همین است. معلوم است که بیشتر ما می‌خواهیم از این حالت ایمانیمان یا از بعضی رفتارهایمان، از شکل انجام بعضی عبادتهایمان خودمان را عوض کنیم و به زینه بهتر و بالاتر برسیم. آیا می‌دانید رمضان دوست است که در این مورد به ما کمک کرده می‌تواند؟ او آمده است تا ما را یاری کند و به این هوس دیرینه امان برسیم. رمضان هر سالی که خانه‌های ما مهمان می‌شود، نفران زیادی را تغییر می‌دهد. قلب‌ها را، ایمان و رفتار را و عموماً طرز حیات و معامله را با اطرافیان عوض می‌کند. این چیز هر سال مشاهده می‌شود. این نشانه آن است که این عده آدمان از رمضانشان بهره خوب را نصیب گشته‌اند. خوشا به حالشان. دوستان عزیز، امروزها از روزهای دیگر دیده بیشتر به عوض شدن نیاز داریم. اگر خواهیم که خداوند به زودی این همه بلا و وباها، این همه درد و مشکلات و این همه تنگی و سختی ها را از سر ما دور سازد، باید سرآغاز ما خودمان را عوض نماییم. خداوند تغییر خود ما را شرط تغییر شرایط ما قرار داده است. خداوند می‌فرماید: ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خداوند حالت هیچ قومی را عوض نمی‌سازد تا آنگاه که خود آنها خودشان را عوض نکنند. چنانچه گفتیم، رمضان ماه تغییر و دیگرگونی بودنش سری هم دارد. سرش در آن است که در این ماه مبارک قرآن نازل شده است. قرآنی که باعث تغییر کل احوال عالم و عالمیان گشته است. اگر بعضی ها در دیگر ماه‌ها با تأثیر این کتاب خود را عوض کردن نتوانسته باشند، در این ماه شرایط دیگر شدن فراهم تر است. برای همین دوستان عزیز، نباید ما خود را از این خیر محروم سازیم. فضای طاعت و عبادت فراهم، نفس سرکشمان مطیع و آرام، شیاطین همه با بندها محکم، درهای بهشت گشاده، درهای دوزخ باشد بسته. حتی درهای قلب انسان گشاده و منتظر رسیدن نور و هدایت است و آماده استقبال فیض‌های رمضانی است. رمضان ماهی است که در طول آن میباید قلب‌ها را در اختیار قرآن و خود را در اختیار روزه سپاریم تا ما را از تاریکی غفلت به روشنایی هدایت، از تنگی دنیا به وسعت آخرت، از تلخی دوری و بیگانگی به قرب خداوند رساند. قلب از گرد و غبار دنیا آلوده و تاریک شده ما را شسته در آن نور و رحمت اندازد و از محبت مولای پاک آن را سرشار کند. دل برنگ و بو و کاخی کو مده، دل حریمی اوست جز با مده. رمضان ماه است که برای همه موجودات کائنات تغییر آورده است. نباید انسان از بحر آن خود را در کنار مانده همچنان بدون تغییر بماند. مگر گشاده شدن درهای جنت، بسته شدن درهای دوزخ، بند و زنجیر شدن شیاطین سرکش، این همه دیگرگونی های قابل توجه نیست که انسان نیز خود را به زمره این تغییر یابنده ها همراه سازد؟ مگر برای تغییر خویش شرایط بهتر از این میابیم؟ خداوند هرگاه در ما صداقت و ارادت را ببیند، دستمان را میگیرد و درهای نیکی را برایمان پس هم میگشاید. در حدیث قدسی آمده است: من تقرب الی شبرا تقربت الیه ذراعا. چون بنده به سوی من به اندازه یک وجب نزدیک شود، من به سوی او به اندازه ذراع نزدیک میشوم. روایت بخاری و مسلم. دوستان عزیز، باید دانست که عوض نمودن حال خود این مقصد و مرام روزه‌داری است. هر کی تواند در رمضان به نفس خود، به قلب خود و به رفتار خود تغییرات وارد سازد، یقیناً میتوان گفت که از رمضان بهره برده است و به مرامی که روزه برای آن فرمان شده است رسیده است. بیایید در این موسم شکوفایی قلب آن را از محبت و صفا، از آسایش و آرامیش، از تقوا و پرهیزگاری پر ساخته با خود توشه طاعت بگیریم. در این 30 روز مدرسه اخلاقی و ایمانی تربیه نیک پیامبری را آموخته، در پایان این ماه
عید حقیقی داشته باشیم.